الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. امروز بنده تصمیم گرفته است درباره یکی از بگیم عملهای مسلمان و غیر مسلمان که سوداگری هست به صحبت بپردازیم. پیش از آغاز صحبت از همه شما معذرت میخواهم، شاید در دوام صحبت یکم گپی ناخوب از بنده سر بزنند. و قرآن عظیم شأن درباره سوداگری بسیار قصه خوبی میکنه. از یک پیغمبرای خدا حضرت شعیب علیه السلام خداوند بیان میکند که در دور حضرت شعیب پیش از پیغمبریش همین فعل پلیدی که از ترازو زدن بود مردم فریب میکردند. به همین خاطر خداوند متعال قصه او را برای هم مسلمان ها همچو عبرت انگیز. امروز ما و شما فقط قرآن برای چی گرفتیم؟ شفا و برای تشتا و تمار دعا خوندن. حالا اینکه الله متعال هر قصه و هر خبرهایی که در قرآن عظیم شأن بیان میکند این برای ما عبرت است. حضرت شعیب علیه السلام پیروان خودش منع میکرد، اونها از این کار باز نمی ایستادند. مقصد همیشه از ترازو مردم فریب میکردند. حال ما هم باشه همین مسلمان ها امروزه ما و شما هم همین حال دارند. به همین خاطر یکی از بگیم بدترین مسلمان ها همین مسلمان های هسته که در ترازو یک برادرش یک خواهرش خیانت میکنند. خداوند متعال قصه حضرت شعیب برای ما یک درس چکو که از قصه کرده است تا اینکه ما عبرت بگیریم و از این کار پلید دست بکشیم. همچنان امروزه در ما و شما هم در بازارها میریم، دهقانا هست بگیم میوجات میفروشن، چی از ترازو هم چکو میکنن در همون ترازوها فریب میکنن مردم. به همین خاطر اگر نظر کنید در سوره ویل للمطففین هم پروردگار مهربان اندک بیان میکند برای انسان هایی که چکو میکنن فریبگر هستند. علل خصوص میگذره امروزه در بازارهای ما و شما میوجات میبریم. پیش از میوجات بردن مثلا میوجات باشه یا بگیم که زراعت باشد از جهت بادرینگ باشد یا پمدر باشد یا سوزی باشد، تازه هاش ما از بالا میمونیم، جزیراش ایته یا فرسوده هاش از ته میمونیم. این روش پیامبر علیه السلام نیست. پیامبر در بازار دومد که نگاه کرد که یک جا در خیرما گذاشتگی هسته، تازه هاش از بالا های، جزیراش از ته هسته. پیامبر اون جوان گفت چرا ایتا میکنی؟ گفت یا رسول الله باران بارید، گفت بالاش تازه شید تاش جزیر شید. پیامبر خدا علیه السلام گفت که او را به هم آمیخته کرد. هر کسی که فریبگری نسبت یک برادرش میکنه، خیانت میکنه، مقصد تازه ها را از بالا میمونه تا همه فرسوده میمونه، او از ما نیست. پیامبر گفت به همین خاطر کوشش کنید که در همون سودای شما خداوند برکت ده. با او 10 سوم 5 سوم یا 500 روبل یا 1000 روبل که شما فایده میبینه از دروغ یا از فریب، او هیچ محل به شما نصیب نمیکنند. بسیاری از برادرها را امروزه در جامعه دیدیم حتی تماس گرفتن، گفتن چند پلی فایزه که فایده دیدیم، از همون فایده با ضررش خداوند اوور که از دست ما رفت. امام غزالی هم بسیار حکایه عجیبی میکند. میگه یک انسانی بود گندم در ذخیره کرده بود، همون کارگرش گفت که گندم به مردم تقسیم کنه، اونها به مردم تقسیم نکردن. اون گندم من کن، گندم بای شد و بعدا به مردم فروختن. او بای آمد سوم حساب حسد کرد که سوم زیاتی هست. گفت این سوم زیاتی از کجا آمد؟ اون کارگراش گفتن ما گندم من کردیم، قیمت چید، بعدا به مردم دادیم. به همین خاطر وقتی که این کارش ندید، اون بای گفت که این کار شما از اسلام نیست. همون پل زیادیه که در بگیم در شاتش آمدگی بود، در جیبش آمدگی بود، همون را صدقه کرد. گفت آیا شما نمیدونه که پیغمبر خدا علیه السلام گفت چیزی که در بازار یافت نشوه مسلمان او را در خونش منع کنه تا اینکه مسلمان ها چیکار کنن؟ ضرر بینن بعدا قیمت بفروشه. او از ما نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت به همین خاطر هر زراعتی هم که منع کنی مسلمان ها با او محتاج باشن بعدا قیمت برای بفروشی، پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت این گونه انسان ها
از ما نیست. به همین خاطر هر جهتی سودایی که باشه و دیگر جهتی سودا میگذارم، چی پاپوشی انسان ها میفروشن، امروزه در بازارها میره پاپوشی میفروشن، چیکار میکنن؟ قسم بر دروغ میخورن. حالا اینکه همون مال بگیم ای خیتای یا ای روسیه، قسم میخورن که همه از ترکیه هسته یا بگیم که از اروپا هست، در حالی که دروغ میگن. پیامبر خدا علیه السلام گناههای کبیره را گفت اومد، بعدن گفت حلیف گفته قسم میگن. پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت کسی قسم بر دروغ میخوره این هم گناه کبیره. گناه کبیره اگر در همین دنیا توبه نکنی پروردگار مهربان عذاب میده. به همین خاطر گناه کبیره کی باشه او پولش حرام میشه. اون مالی که از خیتوی تو میگوی از گرمانیا یا از اروپا از دیگر جا دروغ میگوی، از ترکیه میگوی، اون مال برای تو نصیب نمیکنه، او برای تو حرام میشه به خاطر دروغ میگو. علل خصوص لباس هم همین طور. امام اعظم رحمه الله میگه وقتی لباس سودا میکرد شاگرد شگو که فلان لباس کمتر فرسوده هسته، هر کسی که میخرش بگو این ارزونه به خاطر که کمتر فرسوده هسته. وقتی اون شاگردش فراموش کرد که اون خریدار بگه. بعدا امام اعظم اومد گفت او لباس کجا کردی؟ گفت فروختمش. گفت آیا گفتی یا نه همون خریدارا؟ گفت نه فراموش کردم. امام اعظم همون پل زیادیه که همون شاگردش فراموش کرد او با او جوان برسونه که این لباس فرسوده است، همون پل همون لباس چیکار کرد؟ در راه خدا صدقه کرد. به همین خاطر از خدا بترسه. کدام مالی که از کجای میاد بگی از همون جای، دروغ نگه که همون برکت الله متعال از سوداگری شما میگیره. سوداگری هم خوبه، علاوه خصوص چی سونکه هم سودا کنه. بعضی برادرها هستن سونکه سودا میکنه. هر طرفی که در هر چیزی که سوداگری در میروه اگر دروغ بگه خداوند متعال در این عذاب شما را گرفتار میکنه. نه که پیامبر خدا علیه السلام در دیگر احادیث میگه که سوداگر اگر راست بگه فردای قیامت با همراه پیغمبر و شهیدا است. الله متعال ما و شما را سوداگری واقعی مسلمان